بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و عزیزان. امروز قرار هستش که نرم افزاری رو تحت عنوان نرم افزار DNS چنجر خدمتتون معرفی داشته باشیم. قبل از اینکه بخوام وارد بشم، بنده محمد نجفی هستم، دانشجوی دکترای فیزیک پزشکی و امیدوارم که از ادامه فیلم بهره کافی رو شما داشته باشید. خب بریم این نرم افزار DNS چنجر چه کاربردی برای ما داره. هر از گاهی شده که شما میخواین یک سایت رو باز کنید، این سایت همراه با اروری تحت عنوان 403 هست که میگه شما کلاینت شما مجاز نیست که از این سیستم ما و از سرور سایت ما استفاده داشته باشه که این به علت وضعیت تحریمی کشور هست. حالا بعضی از کشورها و سایت ها ارائه خدماتشون رو به کشور ما محدود کردن، به همین دلیل ما با این ارور مواجه میشیم و نمیتونیم وارد بشیم. حالا قبلا یک مشکلی بر روی سایت چت جی پی هم بود که الان ISP من مشکلی با سایت چت جی پی نداره، به خاطر اون شرکت ارائه دهنده‌ای که دارم مشکلی با سایت چت جی پی نداره و من هم بیشتر اوقات به چت جی پی بدون مشکل متصل میشم. ولی بعضی از سایت ها هستن مثل سایت کنسنس که این رو ما نمیتونیم به صورت عادی ازش استفاده کنیم. به همین دلیل حالا افراد راههای زیادی رو پیشنهاد میدن. یکی از راههایی که شما میتونید استفاده کنید تغییر DNS سیستمتون هست. فقط کافیه که داخل گوگل سرچ بفرمایید DNS چنجر و اسکرول کنید، این سایت گیت هاب رو وارد بشین. بعد از اینکه وارد سایت گیت هاب شدین، یک نرم افزاری رو این سایت ارائه میده که خیلی کاربری ساده‌ای داره. اون شرکت هایی که DNS رایگان دارن ارائه میدن رو این نرم افزار جمع آوری کرده درون خودش و به شما این امکان رو میده که بدون نیاز به فیلتر شکن یا حالا تغییرات دستی بر روی سیستم خودتون بیاین و از تغییر DNS استفاده کنید. خب حالا بسته به سیستم عاملی که دارین، حالا این نرم افزار یه نکته‌ای هم که وجود داره این هستش که اوپن سورس هستش و اگر شما کمی اطلاع داشته باشید میتونید سورس کد هاش مورد بررسی قرار بدید و خودتون از نرم افزار خروجی بگیرید که مبادا تغییر رو بر روی سیستمتون داشته باشه و امنیت شما رو به خطر بندازه. پس یکی از ویژگی مطلوب این نرم افزار اوپن سورس بودنش هست و کدهاش در دسترسه. خب شما بسته به نوع سیستم عاملی که دارین میایم ویندوز، لینوکس، مک یا حالا خط فرمان رو انتخاب میکنید. یه سری توضیحات داده در رابطه با این نرم افزار، این که تغییر آسان DNS، چون DNS تغییر دادن یکم زمانبر هست برای مثلا ممکنه که اون DNSی که شما استفاده میکنید بار اول جواب نده، مجبور بشین یه سرور دیگر رو قرار بدین، دوباره یه سرور دیگر قرار بدین. ولی این نرم افزار باعث شده که شما خیلی ساده بتونید DNS خودتون رو تغییر بدید. حالا اینطور ادعا میکنه که بیش از 3000 تا DNS مختلف رو پیش بینی میکنه. محدودیت روی سرعت شما اثری نداره. البته این رو شاید نشه اینقدر خوب قضاوت کرد چون مسلما روی سرعت شما اندکی تاثیرگذار هست بسته به نوع سروری که داره. حالا دسته‌بندی انجام داده بر روی DNS ها. بعضی از DNS ها اختصاصا برای AI هستن، بعضیا برای افرادی که دارن کار گیم انجام میدن و کاربردهای دیگه. این که شخص سازی هست، شما میتونید که از DNS هایی که داخل این نرم افزار وجود ندارن بیایید و DNS شخصی خودتون رو ست کنید و از اون استفاده داشته باشین. و همونطور که گفتم مهمترین ویژگی که به نظر من این نرم افزار داره این هستش که
اوپن سورس هست و کد در دسترس شما قرار داره. خب من حالا سیستم عاملم سیستم عامل ویندوز هست. میایم اینجا و اون نسخه‌ای که هست رو دانلود میکنیم. این نسخه مربوط به سیستم عامل من هست، وین x64 رو من انتخاب میکنم تا دانلود بشه. حالا آخرین بروز رسانیش رو حالا شما میتونید مثل من از همین قسمت دانلود بفرمایید. حالا سورس کدش رو هم گفتم میتونید از این قسمت داشته باشین. حالا بسته به نرم افزاری که دارین سورس کد رو دانلود میکنید، فایل اکسل رو دانلود میکنید. خب نرم افزار دانلود شد. بریم فرایند نصب رو با هم دیگه داشته باشیم. فرایند نصب بسیار ساده هست. شما راست کلیک میکنید و این رو به عنوان ران از ادمینستور ران میکنید نرم افزار رو. حالا با این گزینه چون از خود مایکروسافت دانلود نکردین همچین اروری رو به شما میده. مایکروسافت استور چون دانلود نشده با یک همچین اروری مواجه میشید و حالا شیوهش هم دیدین که به چه نحوی ران از انیوی رو میزنید و مسیری که میخواید نصب بشه به حدوداً 8 حالا به 300 مگابایت فضا نیاز داره. میگه که DNS چنجر در حال ران هستش چون من قبلا این نرم افزار رو نصب کرده بودم. برای اینکه حالا یک بار دیگه شما فرآیند نصب رو ببینید این رو من میبندم و یک بار دیگه نرم افزار رو به صورت برخط با هم دیگه ران میکنیم و ببینیم به چه نحوی پیش میره. خب بعد از اینکه چی شد اینستال شد شما روی گزینه فینیش میزنید و با این فضا مواجه میشید. همونطور که میبینید یک قسمت سرور داریم. حالا این قسمت گیت هاب ما از خدمتتون گفتیم. قسمت دیسکورد زیاد الزامی نیست همچین اطلاعی داشته باشیم. قسمت سرور هست. حالا معروف ترین سروری که برای چی استفاده میتونید داشته باشید شکن هست. همونطور که میبینید پینگ تاخیر زمانی که ما داریم و بر اثر این سرور داره پیش میاد برای ما 12 میلی سکند هستش. و حالا سرورهای دیگه هم وجود داره مثل الکترو تیم، رادار گیم و کلاد فلیر. این سرورها هستن که شما میتونید ازش استفاده کنید. حالا این قسمت هام ما هست. شما میتونید وارد قسمت اکسپلور بشین. بعد از اینکه وارد قسمت اکسپلور شدین همه سرورهایی که این نرم افزار جمع آوری کرده و دائما هم در حال آپدیت هست رو شما میتونید اینجا مشاهده بفرمایید. اول نام سرور هست، شما تگ رو میبینید، پینک اون سرور رو میبینید و گزینه افزودن رو میبینید. این گزینه الان به اضافه اگر من روش کلیک کنم به لیست سرورهای من این سیستم اضافه شد. ببینید اضافه شد. حالا اگر هم نیازی بهش نداشته باشم باید برم مجدد پیداش کنم و روی این قنایه کلیک کنم تا از بین بره. یه توضیح بدم در رابطه با تگ. ببینید بعضی از وبسایت ها ما رو مشخص میکنه که اون ماهیت 403 از کدوم سمت داره خدمت شما ارسال میشه. مثلا این تگ اون وبسایت هایی که 403 دارن میدن رو برای ما برطرف میکنه. یا گیمینگ، اگر شما قرار هستش که از گیمینگ استفاده کنید و این ارور رو بر روی سیستم گیمینگ خودتون میتونید مشاهده میکنید از سیستم های باید استفاده کنید که تگ گیمینگ رو دارن. حالا من معمولا رادار گیم اون سرورهایی که در ایران داره استفاده میشه رو خود این نرم افزار جمع آوری کرده و شما نیازی ندارید که از این قسمت استفاده داشته باشین. فقط برای اطلاع آشنایی خدمتتون گفتم. و یک نکته هم که وجود داره این هستش که من پیشنهاد میکنم که این اتوماتیک آپدیت رو بردارین چون حالا نسخه استیبلی هستش و نیاز نیست که دائما آپدیت بشه نرم افزار.
مگه اینکه حالا آپشن جدیدی اضافه بشه، ولی در همین حدی که داره کار را میندازه کافی هستش و پیشنهاد نمی کنم که این اتوماتیک آپدیت فعال باشه، چون بدون دسترسی و اطلاع شما نرم افزار شروع به دانلود فایل میکنه که این شاید مطلوب نباشه. و شما بعد از اینکه این قسمت رو انتخاب میکنید، گزینه رو بر روی شکن قرار میدید و کلیک میکنید، نرم افزار حدود کمتر از 1 دقیقه طول میکشه تا تغییرات سیستمی رو بر روی سیستم شما اعمال کنه. خب ما الان با ارور این سایت مواجه شده بودیم. بعد از این یک بار شما سایت رو ببندید، مرورگر خودتون رو، و همونطور که دیدید سایت کنسنس که قبلا به ما ارور 403 میداد به راحتی برای ما باز شد. و یه نکته که وجود داره، بعد از اینکه DNS خودتون رو ست کردید حتما باید مرورگر خودتون رو ببندید و مجدد باز. حالا بعضی از سایت ها مشکلی از این بابت ندارن، ولی استانداردترین حالت این هستش که بعد از اینکه DNS شما بر روی سیستمتون تنظیم شد، مرورگر خودتون رو ببندید و مجدد رو اندازی کنید که این مشکل برطرف بشه. امیدوارم که از این آموزش بهره کافی رو ببرید. اگر دیدید که سیستم به یک سایتی دارین مراجعه میکنید و با ارور 403 یا اینکه این سایت در ریجن شما در دسترس نیست، در کانتری شما در دسترس نیست مواجه شدید، حتما بیاین سراغ نرم افزار DNS چنجر و مشکل خودتون رو برطرف کنید. یه نکته هم من در آخر بگم قبل از خداحافظی. ممکنه که سرورهای شکن بعضی از سایت ها رو پوشش ندن. شما میتونید از سیستم الکتروگیم، از DNS های مربوط به الکتروگیم استفاده کنید. این هم مشابه با شکن هست. از رادار گیم استفاده کنید. همین سه تا تقریبا تو ایران بیش از 90%، 99 در حالا بیش از 90% سایت هایی که به ما ارور 403 میدن رو مشکلش رو برطرف میکنه و با خیال راحت و با یک امنیت سایبری مناسب از DNS چنجر استفاده کنید. امیدوارم که این آموزش برای شما کارآمد باشه و در آینده بتونید ازش استفاده کنید. بنده در ویدیوی بعدی در رابطه با باز کردن سایت یوتیوب بدون استفاده از فیلتر شکن در خدمت شما هستم و همونطور که هم میدونید یوتیوب در کشور ما فیلتر هست. من این نکته رو تاکید میکنم که روش جایگزینی که حالا در ویدیوی بعدی خدمت شما ارائه میشه یک روشی هستش که بدون استفاده از فیلتر شکن به سایت اصلی خود یوتیوب با تغییر DNS به شیوه دیگر ما سایت یوتیوب رو باز میکنیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید، در پناه حق باشید و خدا نگهدار.